سلام، خیلی خوش اومدید. اینجا کانال زبان لاورز هست. منم زهرا مقامی هستم. با یکی از نکات گرامری در مورد have و has در خدمتتون هستم. اگر خاطرتون باشه آخرین ویدیو در مورد کاربرد have و has بود و اینکه تو این ویدیو میخوام یاد بدم که چطور have و has رو سوالی کنیم و منفی کنیم و اشتباهات رایج خیلی از دانشپذیرا و دانشجوها. اگر خاطرتون باشه گفتیم برای فاعل و سابجکت های I, we, you و they ما فعل اصلی have رو استفاده میکنیم به معنی داشتن، مالک هرچی هستیم، و برای سابجکت های she, he و it که معمولا برای اشیا و حیوانات استفاده میشه از فعل اصلی has استفاده میکنیم. حالا تو این درس میخوایم جمله رو اول از همه سوالی کنیم. مثلا من میگم I have a pet. I have a pet یعنی یه حیوان خونگی دارم. چطور شما از من سوال میکنید؟ مثلا میگید که have you a pet؟ آیا سوال شما به این صورته؟ اگر اینطوری سوال میسازین که سخت در اشتباهین، چون have چیه؟ یه فعل اصلیه و ما هیچ وقت فعل اصلی رو به این صورت سوالی نمی کنیم. همیشه از فعل کمکی استفاده می کنیم. چه فعلی؟ اون فعل کمکی بستگی به زمانی داره که در موردش صحبت می کنیم. من الان راجع به داشته های الانم صحبت می کنم. در حقیقت زمان حال have یا has بسته به اینکه سابجکت هم چی هست، حالا have استفاده می کنم یا هست. حالا ببینید من دارم راجع به خودم صحبت می کنم. I have a car مثلا. I have a pet. حالا از من سوال میپرسین have you a car و این اشتباهه. برای ساختن جمله سوالی با have ما برای این سابجکت ها از do استفاده میکنیم. Do you have a car? Do you have a car؟ به این صورت. این در حقیقت همون نقش آیا رو بازی میکنه. آیا تو ماشین داری؟ همیشه اینجوری تو ذهنتون بذارین که هیچ وقت فراموش نکنین که این فعل کمکی دو رو استفاده کنین. پس دو میشه برای این سابجکت ها. دو بلافاصله فاعل و بعد فعل اصلی have. حالا برای این سابجکت ها من دیگه از دو استفاده نمی کنم چون سوم شخصه. she, he و it. از does استفاده می کنم. Does she have a pet? Does she have a pet؟ به این صورت. حالا میبینید اینجا دیگه has نیست. فعل اصلی برای این سابجکت ها hasه، ولی تو جمله سوالی نکتش اینه من هیچ وقت نمیگم does she has. Does she have؟ Does he have؟ پس بنابراین ما هیچ وقت از فعل اصلی برای سوال کردن استفاده نمی کنیم. میتونیم جواب کوتاه به اینا بدیم. به چه صورت؟ مثلا اینجا من میگم do you have a car؟ Yes I do. این جواب کوتاهه، یعنی بله دارم. دیگه نمیگم yes I have a car. Yes I do از فعل auxiliary verb کمک میگیرم. اگر منفی باشه no I don't. دوباره از auxiliary verb به شکل منفی do don't منفیش هست. اگر جواب مثبت باشه و کوتاه به این صورت، مثلا اینجا ببینید does she have a pet؟ Yes she does. من چیکار میکنم؟ بلافاصله بعد از سابجکت چیکار میکنم؟ یه does استفاده میکنم auxiliary verb، یعنی بله او داره. حالا جواب کامل میشه yes she has a car. اینجا ببینید جواب منفی کوتاه no she doesn't. She doesn't. حالا بریم منفی کنیم. خیلی از زبان آموزا دوباره این شکلی منفی میکنن. We haven't a pet. اصلا ما این جمله رو استفاده نمی کنیم. We haven't a pet. We don't have a pet. از don't یا do not. اگه do not استفاده کنیم یعنی خیلی تاکید داریم ندارم، ولی don't معمولا نیتیو اسپیکرها تو صحبت‌های روزانه‌شون از مخفف‌ها استفاده میکنن. منفی مخفف شدهش. We don't have a car. دوباره میبینیم برای she یا he یا it از does استفاده میکنیم به شکل منفی doesn't و have. پس این خیلی نکته مهمه. هم تو سوالی کردن فعل have و has و هم تو منفی کردنش ما اصلا کاری به فعل has نداریم. از فعل have استفاده میکنیم.
فقط جملات مثبته که برای این سابجکت ها از have و برای اینا از هست. در سوالی کردن در هر صورت فعلمون have، برای تمام سابجکت ها فقط آگزیلاری وربمون فرق داره و برای منفی کردنش دقیقا همینطوره. برای این ردیف از سابجکت ها ما فقط don't استفاده میکنیم و have و برای این سابجکت ها از doesn't و have دوباره نه هست. این کل مطلبی بود که راجع به گرامر have و has میتونستید یاد بگیرید. میتونید در واقع جملات مختلفی بسازید و تمرین کنید. هر گونه سوالی هم داشتید در کامنت من در خدمت هستم. موفق باشید. خدا نگهدار.